یک شهروند 32 ساله تاجیکستان را روز 7 اپریل بعد 8 ماه فرارش در شهر مسکو با اتهام دست داشتنش در قتل یک مشتری در کعبه‌خانه اوازیس در شهر کرینسک ولایت ایرکوتسک دستگیر کرده الکی به ولایت ایرکوتسک انتقال دادند. ریاست تفتیشات ولایت ایرکوتسک روز 19 اپریل خبر داد که این زاده تاجیکستان را در مسکو کارمندان پلیس ولایت ایرکوتسک دستگیر کردند. نظر خود بازداشت شده دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات شب 16 آگوست سال 2021 در کعبه‌خانه اوازیس بین دو گروه مردان مناقشه روی داد. در جریان این مناقشه که در کوچه ادامه یافت، یک مرد 34 ساله را با چند ضرب کورد کشتند. در این کشتار 3 نفر را گمانبر می‌دانند. یکی از آنها صاحب کعبه‌خانه بلافاصله همان شب و گمانبر دوم را بعد 6 ماه در شهر کراسنویارسک دستگیر کردند، ولی گمانبر سوم شهروند تاجیکستان توانست فرار کند و به این دلیل تحت جستجوی فدرالی قرار داده شد. به تفتیشات میسر شد معلوم کنند که او تا حال در روسیه قرار داشته در شهر مسکو پنهان شده است. بعد انتقالش به ولایت ایرکوتسک دستگیر شده را به حبس پیشکی انداختند. به این ترتیب هر 3 گمانبر الکی در دست مقامات قرار دارند. بنا به آمار رسمی خدمات فدرالی زندانهای روسیه تا اول سال 2021 در زندانهای این کشور بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان ادای حکم می‌کردند و بیش از 1200 مهاجر دیگر تاجیک در بازداشتگاه‌های روسیه تحت تفتیش قرار داشتند. بر اساس حساب‌های غیر رسمی تقریباً چهارک این زادگان تاجیکستان در روسیه برای جنایت‌های مربوط به ویران کردن قاعده‌های بود و باش، اساساً برای تقلب اسناد محکوم به زندان شدند. تقریباً چهارک دیگر از این 7000 زندانی تاجیک برای جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر پشت پنجره رفتند. ولی در بین تاجیکستان‌های در روسیه زندان شده آنهایی هم هستند که برای دست داشتن در صدمه‌های مرگاور و جنایت‌های چون دزدی، غارتگری و کشتار محکوم شدند.